هست اکا جان هست. انیخ هست. خدا انشالله انیقش میکنیم. تتا جون من به خونمون برگشتن میخواهم. دخترم بر میگردی. تتا جون اویو از مادرم جدا میشوید. خداوند کریم است. هر چیزی که از دستم آید میکنم اما مادرت گپ مرا گوش نمیکنه. شما پدرم هستید. اون مادرم من به شما چیکار میکنم؟ تتا جون اگر مرا یک ذره دوست دارید پس یکون علاجش رو یابید. پدران در کجایی که نباشند فرزندهایشان را نگاه بین میکنند. من همیشه در فکر تو هستم. همیشه همراه تو میباشم. دادایتون مسلوق است. در قسمت که عددی کسری میگوزیم که مثل همون یک تقسیم دو. دادای من مسلوق نیست. با انسان‌های بد مبارزه برده زخم دار شد. دادای من قهرمان است. مبارز است. او به نزدیکی و پا میخیزد. اینو خواهید دید. خدا ندیدم. ما رو ببخشید خلا جون. هیچ گپ نیست دخترم. تازه میکنم میروم. دخترک زیبای من چرا تو گریه میکنی؟ همسین فانم رو مسخره میکنن. با آنها دوستی نکن. از دوگانه های بد دور باش. کاش دختری من هم واسه سخنهای من پیش میداد. دخترم سنم جانم. دستگاه مشتری خاموش کرده شد و یا بیرون از منطقه شبکه فعالیت قرار دارد. دخترم تو را یاد کردم. اقلا آوازت را میشنیدم جانی مادر. با تو افتخار میکنم. به من این خیل نگاه نکن. فکرم در مادرم است. یک به اطرافت نظر کن. مردم بیکارند. یگان کار نمیکنند. اما ما باشیم مثل انسان‌های با شرف سرمان بالا افتخار میکنیم. وقتی که من سلاح را دیدم چیکار کردنم رو ندانستم. عذر میخواهم. صبر کن. نو آغاز میکنیم. یک نفر هست که حتما به وسیله او از اینجا نجات میابیم. من باید چیکار کنم؟ کمک تو برای دعوای ما به نهایت مهم میباشد. رفیقان، میخواهم که همه شما این را تماشا کنید و درک کنید که من چقدر در این کار ناچار ماندم. آقای مدیر باید این نوا را خوب محاکمه کنیم. راست دیگه باوریم نمی آید، اما در مقابل این دیسک مجبورم خاموش باشم. آخر باز چیکار کنیم؟ همه اش معلوم است. اینجا همه اش عیان. یک طرفیست. سلام علیکم. و علیکم السلام. سلامت باشید. مرحبا. کارت که تمام شد ما آمده تو رو میبریم. خوب شده است.
چی نگاه میکنی برادر؟ بار اول است که به سرم این خیلی حادثه می آید. برای همین تو خودت را خسته نکن. چه خیلی خسته کردند؟ عادت میکنی. بیا رفته اونجا چای نوشه. مایلش. اگر گفتم رو نکنی دیگر دوستانت رو اصلا نمیبینی. شما ده دوغوی دختر خوش باشه. من نزد بیمارون آمده. مرحبا. بیا گذر. نجوم کلید رو برآورده به من ده. حرکت نکن. کلید رو به من ده. زودتر. در را پوش. راج برادر جوریا. برادرم خوب هستی. زودتر دستهایشان را کشا. راست در حقیقت راست گفتی اکا. مرا هم آزاد کنید. التجا میکنم اکا. انتظاری نوبتت شو. زودتر کشا. چی قهرمان شدن میخوایی؟ کشا گفتم را بکار. این زیبا سنم کیست؟ از اینجا برای بعد از نزدیک شناس میشه. از اینجا که بر اومدیم باید شناس میشه. اوه از آزادی دیده چیزی بهتری هست. آرام حرکت نکن. اکا دستی برا هم کشاید از برای خدا. اون شویلگر و زمین اول به من معقول نشدی. اکا گوش کن به خدا قسم که من هم به شما کمک میکنم. زوری تو به کارهایمون نمیرسد. میرسد اکا. چرا زورم نرسد؟ آخر من هم آدم این دنیا هستم. قسم میخورم. همین خیل راست میگویی. ها مثلا خونریزی کرده میتوانی. کاری ما قتل و کشتار میباشد. خاموش صدات رو نبرار. خاموش میگویم. بکن چشمون پر از رحم و شفقت. آرام شرم ندار. آرام میگویم. کن لابی داره. خاموش میگویم. لختن کار راست که جا بیابی. با دکتر چی کار میکنی؟ آرام خاموشی است.
دخترم مادر در کجاست؟ دادا جان من خودم به نزد شما اومدم. دخترم چرا این کارو کردی؟ دختری خردسال تنها از خانه نمیبراید. چیکار میکردم؟ آخر او چند اجازه نمیدهند که باز زیارت شما بیایم. من به مادرت زنگ میزنم تا اینکه آمده تو رو گیرد. دادا جان من امروز بسیار غمگین شدم. چرا دخترم؟ هم صنفانم شما رو مسخره میکنند. آدم مسلوط میگویند. دادا جان زودتر صحت شوید. دادا جان صحت میشوید ها؟ باز از نه به پا میخیزید. با آدمونی بد مبارزه میبرید. البته به پا میخیزم. مرا گوش کن. خاطری زیباگیت رو نمیبینم. دارم گوشت با خیرت روان میکنم و آوازت رو نبرار. فهمیدی؟ خیز از خفای من بیا. تو باید همشیره همراه من میروی. زیرا بای نمیدیهی. اینها را چیکار کنم؟ اول اینکه این چهره نورانی اخمق رو تازه کن. دختر رو به میز جراحی ببر. نوبکار یک مراتب در زیری کارت خواب کند. پیش درو. ما با بیگناهان شفقت میکنیم لیکن به ظالمان رحم نداریم. دخترم اگر تو در نزد من بیستی من آهسته آهسته خوب میشوم دخترم.
حتی کنی بیا یک جای با هم قدم زنیم ها؟ راست میگویید این کارو میکنید؟ دخترم به خاطر تو البته میکنم. میتوانید بیایید دادا. بیایید دادا جون، بیایید. بیایید دادا جون. بیایید دادا جون. بیایید. بیایید. دادا ایمان روح میگردد. مبارک باشد. خیر مایش، کنی اکنون صندلی را بیار. حاضر. آوردم دادا جون. اگر هر روز همین خیلی راه گردم بعد از یک مدت امید هست که میدوم. در طیفی هم شما با من آموختید. اکنون راه گشتن و من به شما می آموزم دادا جون. اگر گریه کنید من دیگر شما را راه گرداندن نمیتوانم. راست میگویی دخترم. به خدا حاضر من کودک شدم همین. نورخان گفتن شخص تشنه خون می باشد. چندین شخصان بالا مقام را زیر هدف قرار داده است. از دشمنی زیاد دست به یک قطار جنایت ها زده است. آقای دادستان سخن عاجز است. من این آدم را خوب میشناسم. از کجا میشناسی سومن؟ آقای دادستان این شخصی که شما نظارت میکنید من همچون جاسوسی مقامات استخبارات با او در عملیات همکاری میکردم. با او بسیار نزدیک بودم. بسیار خوب. نباشد گریختن او بسیار خطرناک است و دیگر حاجت به سخن گفتن نیست. تا حال اصلی مرا نمیدانند. اگر لازم باشد باز با آنها پیوست میشوم. سومن این کارا به دوش مقامات استخبارات گذاریم. تو باشی کارمند تعییناتی مخصوص میباشی. اطاعت مدیر. گوش کنید رفیقان. با آقای دادستان آیدی عارف صحبت کردم. فریب بود که عارف مانع گریختن این آدم میشد. حداقل حیات دکتر را نجات داده است. گفتنیه که برادرمون عارف از پس پنجره نیز عملیات را دوام داده ایستاده است. آقای دادستان وعده داد که سودی عارف را در شکل آزاد میگذراند. قهرمانی که بار آخر نشان داد این آزادی را حلال میکند. من خودم از پی این کار میشوم رفیقان. شما نگران نباشید. سلام باشید. آقای مدیر من یک سوال دارم با آقای دادستان. بفرمایید. اگر من در رفت زد و خور شهید شوم میخوام که مرا کفن کرده راست گورم کنند. در این باب وصیت نامه نویسم میشود؟ ای پسر این سوال را به آقای دادستان نه بلکه به مفتیات میدی. ایرج فیدوکاری بزرگ. حالا باشد نوبتی ماست. اول از سری دادستانی که مرا محبس کرده بود آغاز میکنیم و بعد از قاتل ایرج حسابات میپرسیم. چرا تو گیره میکنی؟ مادرم راست گفته است. شما رحم و شفقت نداره. آیا انسانها را کشته مردمی خود را حمایه میکنید؟ ای دختر بس کن گیریت را.
با این یک دو کتاب بدهید بیاموزد که چخیل انقلاب کرده می شود. من دیگر بازیچه دستی شما شدن نمیخواهم. همین خیر؟ اما اکنون دیر کردی. ایسته دادا جان، من کمک میکنم. تشکر. خودم میبینم. مادر جان خوش آمدید. دختر جانم خوش باشی. دادا در کجاست؟ دادا جانم در خانه هستند. ساله چرا تو دخترمون رو اینجا آوردی؟ گفتم که خودش آمد. نازیه؟ نازیه! مادر جان من خوبم. باز جنجال نکنید. انا بینید خانمون چقدر زیبا شده است. خانه همون زیبا شده است، اما به فکرم کمی دیر ماندم. بله کمی زیبا شده است. مادر جان ما دویم بار به اینجا میکوچیم. بس کن نازیه، بیاد نگران است. زودتر شو میرویم. مادر جان اگر شما آمدن نخواهید دیگران به این خانه زیبا میآیند. نازیه چی مقصد دارد؟ مقصدم معلوم. دادم رو صاحبی کنید. نباشد من خودم اومده همراه او زندگی میکنم. رو خودم نگاه بین میکنم. من دادم رو در این حالت تنها نمیگذارم. زودتر شو میرویم. به شرطی که باز برگردیم میروم. نباشد من رفتن نمیخواهم مادر جان. مایلش دخترم میبینیم. بیا میرویم. شام بخیر. شام بخیر برادر. شام بخیر. اکای ظریف، آیا وقتی کار شما تمام نشد؟ تمام نشده است جوره. تا این کار حلی خودش را نیابد کار من تمام نمیشه. بخیر است؟ باز کدام کار رو حل میکنید؟ نمیدونم. همان را جستجو دارم. ای اکا، میگویند که آن چیزی که عیان است حاجت به بیان نیست. باز خودتون میدونید. من به دنبال حسیاتم برادری عزیز، به دنبال حسیات. اگر تنها با دیدم کار میکردم تا امروز مردمان زیادی تلف میشدن. نباشد به شما برای کار میخواهم. در امان خدا باشید. شب بخیر. برادر خیزید. مرحبا. شینید. یک شخصی نامعلوم این را روان کرده است. کنی بینید چی هست؟ آقای مدیر صدا میبرارد. چه صدا؟ نمیدونم. گوش میکنیم. اگر به امنیت روان کنم برای عملیات به شما خبر میدادن. برای وقت رو دور دراز نکردن به شما روان میکنم. مرا تنها کارمندان تعیناتی مخصوص میتوانند زندانی کنند. خیر میلش به شما یک خبر دارم. وقتی که شما این سخنها را میشنوید اون وقت من دادستانی را که مرا زندانی کرده است میکشم. خیر سوپر قهرمان های بزرگ تازان باشید. راست به میدان عملیات. زودتر. آقای مدیر فرمانتون چیست؟
اگر این نوبکور را در حال یافت نکنیم دردی سرمان میشود. نترسیده به نزد دادستان در آمده او را میکشد. وای وای وای. سومن به خاطرم هست تو آیدی این گروه وظیفه دار بودی. آیا میتوانی که با شناسای پیشینه در علاقه شوی؟ البته در حال است به کار میشم. الو چه حال داری؟ من پینور. بله پینور. نورخانی هایت آزاد شده است. راست است؟ ها بله. در حقیقت خبری خوش. مرا گوش کن. با نورخان بخوردن میخواهم. چیزی که خواهد میکنم مالش. از تو انتظاری خبر میشود. حالا از آزاد بودنم خیلی خوشنودم. شادم که تو را باز در آزادی میبینم. خیر باز با ما همراه میشوی؟ البته وقتی که این را شنیدم درحال زنگ زدم. پینور انتقامم را از همه یک میگیرم. از همه. با تو بر این همکاری با قوت احتیاج دارم. کی آغاز میکنیم؟ خودی حاضر از یک آدمی رزیل آغاز میکنیم. برادر این زنجیر دست آدم رو میبرد. پلیسی که در بیمارخانه با رفیق نزدیکی من بود امروز مهارت خوب نشان دادی. موفقیت به دست آوردی. دستت رو دراز کن. کنینها را باز کنم. تا وزارت عدلیه صبر کن. با هیچ کسی چیز نگوی. تشکر برادر. پینور از روشی فرا. فرا گفتم پینور. تو گپ را نمیشنوی. های برزگو. آرام شو برزگو. آرام شو. بلغمه. مالش. زودتر. نورخان در بنی راه اخل نکن. ما را دستگیر میکنند. پینور قدر زود ترسانچک شدی؟ چی؟ چی آیا معقول نشد؟ نه چی آیا میخواستی که من رو با یگانم به دیگر جیغ زنم؟ نه من مثلا سومن گویم. وقتی که در محبس بودم مهم بودنی پرسجو رو من هم فهمیدم. کنی حاضر پرسم که کی را بسیار تردست میدارد. نورخان سلاح را پایان کن. با گریختن تنها گناهت را زیاد میکنی. سمن او را پران. درست عمل کن. عارف او مثل دیگران نیست. جانش را نداده جانی تو را میگیرد. بسیار خوب.
آخر خاصی تو همین نبود مگر؟ شمال عشق ورزی تعینات مخصوص. سامان زودترین دابکا را پران زودتر. یک دو. سامان زودترین دابکا را پران. دو گفتم. مایلش خوب شده است.